ثبت نام در شیربت از طریق موبایل. جهت عضویت ابتدا وارد سایت شیربت شوید. برای تکمیل کردن فرایند ثبت نام باید فیلدهای زیر را کامل کنید. در ادامه تمامی مراحل را با هم بررسی می‌کنیم. ایمیل خود را وارد کنید. توجه داشته باشید ایمیلی که وارد می‌کنید در واقع همان نام کاربری شما خواهد بود و برای هر بار ورود به حساب کاربری به آن نیاز خواهید داشت. پس یک ایمیل از خودتان که دسترسی کامل دارید را انتخاب کنید. وارد کردن رمز و تکرار آن. در مهمترین قدم ثبت نام این نکته را باید بدانید که رمز عبور شما حداقل باید دارای 8 کاراکتر باشد. این رمز باید شامل حروف انگلیسی کوچک و بزرگ، حداقل 1 عدد و البته فاقد فاصله باشد. در گام بعدی باید اطلاعات هویتی خود یعنی نام خانوادگی و شماره تلفن همراه را وارد کنید. در وارد کردن این اطلاعات حتما دقت به خرج داده و آنها را با اطلاعات واقعی خود تطبیق دهید. آخرین فیلد اما مربوط به وارد کردن کد امنیتی می باشد. در پر کردن این کد نهایت دقت را داشته باشید، چرا که باید عبارت نمایش داده شده در کادر زیر را عیناً وارد کنید. در انتها گزینه ثبت نام را لمس نمایید. در این مرحله شما موفق به ثبت نام در سایت شیربت شده اید. متشکر از اعتماد شما.